السلام علیکم شنوندگان عزیز. اینجا رادیو مهر. من سیده عبدالله زاده هستم، مجری برنامه هزار داستان. به برنامه ما خوش آمدید. امروز می خواهم برایتان یک چیز بگویم که حتما ما انسان‌ها برای ادامه حیات به آن نیاز داریم. شاید با خودتان بگویید حتما آن چیز آب است یا هوا برای نفس کشیدن. بله عزیزانم، حتما اینها برای زندگی مهم است. اما یک چیزی دیگر نیز هست که اگر نباشد زندگی خیلی سخت می شود و حتی ناممکن. در کودکی مادرم دیر به خانه آمد. من خیلی گرسنه بودم. چنان جنگ و دعوا در روده‌هایم شدت گرفته بود. خلاصه از آن ناممکن به نظر می آمد. وقتی مادرم آمد، من سلاح خود را گرفته و تیرهایم را که همان اشکهایم بود به سوی مادرم روان کردم. مادر عزیزم که هیچگاه نفهمیدم این همه نیرو را از کجا می آورد. سراسیمه به پختن طعام مشغول شد. نزدم آمد و گفت به زودی خوراک تیار می شود عزیزم. کمی دیگر صبر کن. من همچنان در حال گریه پا به زمین می زدم. لحظه بعد تا دیدم مادرم از آشپزخانه دور شده است، خود را به دیگی خوشبو و خوش‌طعم رسانیدم. با خود گفتم دیگر صبر بس است. من خوراک می خواهم. بله دوستان، و شد آنچه نباید. دیگ خوشبوی خوراک من خودش را به آغوشم انداخت و چنان سوزشی در جانم افتاد که تا چند روزی بعد گرسنه‌ام نشدم. آن روز فهمیدم از خوردن و نوشیدنم صبر مهمتر است. صبر است که همه کارها را به زیبایی به پیش میبرد و آن سوزش باعث شد بیشتر در کارهایم صبر کنم. بعضی وقتها بعضی دردها شیرینیش را در آینده نشان می‌دهد. فقط باید اندکی صبر کرد.